امروز 29 آبان 99 شرمنده سگا شدم. غذای متاسفانه براشون ندارم، از ماشین نمیذارم پیاده شم. جکی و 5 تا طولش. جکی با حالت التماس غرش میکنه و طلب غذا داره. این سگا هم که اصلا نمیذارن من پیاده شم. بیا اینطوری دارن سواری میگیرن که بیان تو ماشین. برو خبری نیست بچه، امروز خبری نیست. پیاده شیم. چیه جکی؟ شرمنده تونم بچه ها، شرمنده تونم. برو من لیست نزن. برو دعوا نکنین، غذا نیست امروز شرمنده تونم. قول میدم از شنبه. چشم جکی جون، قول میدم. چشم امروز غذا نیست. بریم باور کنین امروز غذا نیست. شرمنده تونم. چی میگی؟ جونم شرمنده شما. جون برو جکی بچه هات بگو برن. این کارا زشته. چشم شنبه براتون غذا قول میدم بیارم. چشم. من فکر کردم این کارگرها بهتون غذا دادن، اونا بی معرفت ها هیچی ندادن. چشم